سلام بازم خوش آمدین به درس دیگه از لسان ترکی. خدا کنه جور باشین، خدا کنه درس های قبلی را خوانده باشین، پیش خود تکرار کرده باشین. به می ترتیب به می شکل میریم درس امروزی را میخوانیم. درس امروزی عنوانش است اشارت ضمیرلره به معنای ضمایر اشاروی. شما ضرور نیست هر درس به عنوانش به نامش یاد بگیرین، البته برای فعلا شما حال اما قدر ضرورت دارین که اینی سه کلمه رو یاد بگیرین که شامل اشارت ضمیرلره یا ضمایر اشاروی میشه. من به شما کلمه رو میخوانم. بو، شو، او. بو، شو، او اشاره میکنه به چیزهایی که مفرد است. به طور مثال ما بو را وقت استفاده میکنیم، اینی بو وقت استفاده میشه که فاصله بین خود ما و شیئی که طرف از او اشاره میکنیم کمتر باشه. یعنی یک چیزی که بیخی در نزدیکتر ما قرار داشته باشه به او بو میگیم، یعنی به بو اشاره میکنیم. معنای بو به فارسی به دری این میشه. شو به چیز اشاره میکنیم که نه نزدیک ما باشه نه بسیار دور از ما قرار داشته باشه. قسمی که میبینین ما به تیرکام نشان دادیم. تیرک که اول خرد است چون فاصله رو نشان میده که فاصله کم است و به فاصله کم از بو استفاده میکنیم. در چیزی که فاصلهش کم از ما دورتر باشه شو استفاده میکنیم. به چیزی که فاصلهش از ما زیادتر دور باشه او استفاده میکنیم. اگه به دری معنا کنم شو لغت نیست که ما به دری کدام لغت خاص به او داشته باشیم که معنا شوه، مگر بازم به شو آن گفته میتونیم، اما فکر ما به ای باشه که چیزی را که به او اشاره میکنیم باید بسیار دور از ما نباشه. او به دری هم آن میشه ترجمه شوه، اما چیزی که فاصلهش زیادتر و زیادتر از ما دور باشه. خدا کنه این موضوع را فهمیده باشین، خدا کنه این موضوع را گرفته باشین. ما آستا تکرارن بر شما گفته میرم، انشالله یاد میگیرین. گپ دیگه که باید در نظر بگیریم وقت طرف چیز اشاره میکنیم، بعضا لازم است ضرورت است که در مورد از او چیز بفهمیم که او چی است. سوال میکنیم، مثلا میگیم این چی است. پس اگه بخوایم به ترکی عین سوال کنیم از کلمه نه استفاده میکنیم. نه به معنای چی. وقتی بخوایم از چیز سوال کنیم و طرف از او اشاره کنیم، نظر به فاصله که از ما داره از این سه کلمه استفاده میکنیم و در اخیر در پالویش نه استفاده میکنیم، نه اضافه میکنیم. مثلا بو نه، این چی است. معنیش بداری این چی است. بو کالم، این قلم است. ببینین کالملر نگفتیم چون من برای شما گفتم که بو نه تنها برای یک چیزی که مفرد باشه استفاده میشه و سوال میشه که این چی است. شونه، بازم بگویم آن چی است. آن یعنی چیزی که کم فاصلهش از ما دورتر باشه. شو کالم، آن قلم است. ما میخوایم که عرصه زیر به یک کلمه مثال بتم چون نمیخوایم فکر شما مغشوش شوه و گدوت کنین از پیش خود معنای کلمه را، معنای لغت را و مفهوم امو سوالی که از شما میشه یا جواب که شما میخواین بتین برتون گنگ نمانه. نه، آن چی است. آن یعنی چیزی که ببینین فاصلهش دورتر و دورتر باشه از ما. او کالم، آن قلم است. خدا کنه این موضوع را فهمیده باشین. فقط در نظر بگیرین که بو، شو، او فاصله باید در این سه کلمه در نظر گرفته شود و همچنان
چیزی که به او اشاره میکنیم باید مفرد باشه. نه فقط با اضافه کردن نه شما کلمه جمله را به سوال تبدیل میکنین و میخواین که معلومات درباره همون چیزی که شما اشاره کردین پیدا کنین. میخواین بفهمین که ای چیز یا آن چیز چی است. فقط همین. موضوع بعدی موضوع بونلار است. قسمی که همراه لار و لر شما آشنا شدین، اینجا باید بفهمین که موضوع ما از اشیای جمع می باشه. در وقت بونلار وقت استفاده میکنیم چیزی را قانون را که باید در نظر بگیرین قانون اضافه کردن نه است. حرف نه اضافه میشه در پالوی بو به خاطر که یک حرف صدادار در آخر کلمه آمده و به خاطر آسان ساختن تلفظ زیادتر وقت شما باز متوجه خود شدین که به خاطر آسان ساختن تلفظ بسیاری از حرفا به می ترتیب اضافه میشه تا تلفظ در لسان ترکی آسان تر شود. برای فعلا شما این در نظر میگیرین، این میره در یاد میسپارین، فکرتان به طرف دیگه چیز مغشوش نمیکنین. وقت بخوایم سوال کنیم درباره چیزهایی که جمع است، یک دانه، دو تا، سه تا، چهار تا، شما بو نمیگین، بونلار میگین. بو در پالویش یک دانه استفاده میکنین، باز لار میتین به خاطر میخواین او را جمع کنین. جمع کنین یعنی به جمع تبدیل کنین. نه یعنی چی؟ بازم در نه کدام فرق نمیایه. اگر مفرد باشه اگر جمع باشه کلمه نه است و هیچ وقت در او تغییر نمیایه. من براتون امروز مثالاش میخوانم، انشالله واضح تر میشه. بونلار نه، اینها چی است؟ یا شما میتوانین یا میتونین بگوین بونلار نلر، اینها چی ها هستند. من گفتم امراه نه کدام کلمه یا پسوند دیگه اضافه نمیشه البته، اما اگر خواسته باشین شما لر اضافه میکنین. فقط معنایش در فارسی بر شما بگویم، بعضا شما پرسان میکنین اینها چی ها هستند، اما بسیاری از اوقات ما پرسان میکنیم اینها چیست. عین معنا عین فرق در لسان ترکی هم است. شما هم میتونین بونلار نه بگوین، هم میتونین بونلار نلر بگوین. عموما بیشترن از بونلار نه استفاده میشه در خود ترکیه و در بین مردم ترکی. خب بازم اگه شما میخواین که هم زبان عادی و هم زبان رسمیشون یاد بگیرین، میبخشین هم زبان عادی و رسمی شما یاد بگیرین، پس خوبتر از هر دو موضوع رو شما به یاد داشته باشین. میخوانم امروی مثالاش. بونلار نه، بونلار مثالار. اینها چی است؟ اینها میزها هستند. شونلار نه، آنها چی است؟ شونلار مسالار، آنها میزها هستند. همچنان همراه شونلار شما میتونین بگوین نلر و به می ترتیب همراه اونلار میتونین بگوین نلر. شونلار چرا باز شونلار شده، چرا شولر نشده؟ عین گپ است، به خاطر که آخر کلمه حرف صدادار آمده، شما حرف نی را اضافه میکنین و بعد از او لر میگین. به می ترتیب او خودش به تنهایی خود حرف صدادار است، در پالویش نه اضافه میشه و لر میگین. قانون لر و لر شما میفهمین. لر به خاطر است که تصادف هر سه از اینا، هر سه از امی صدادار حرفا کالن هستند، به خاطر کالن بودنشان لر استفاده میشه. شونلار نه، اونلار نه. هم گفته میتونین شونلار نلر، هم گفته میتونین اونلار نلر. کلش به عین ترتیب یک قانون داره.
ما باز امیر میخوایم از سر تکرار کنم. بونلار نه، بونلار مسالار. اینها چی ها هستند؟ اینها میز ها هستند. شونلار نه، آنها چی است؟ شونلار مسالار، آنها میز ها است یا میز ها هستند. اونلار نه، آنها چی ها هستند؟ اونلار مسالار، آنها میز ها هستند یا میز ها است. شما ببینین ما در خواندنش بعضا میگم آنها چی ها است، آنها چی ها هستند. شما به می ترتیب میتونین در ترکی هم قسمی که گفتم بگوین که آنها چی است، آنها چی ها هستند. فقط با اضافه کردن نلر شما که خود سوال به چی ها است تبدیل کرده میتونین. یک بار دیگه کلش تکرار میکنم برای شما. به خاطر مفرد سوال کردنش ما استفاده میکنیم از بو، شو، او و به خاطر اشاره کردن طرف چیزی و سوال کردن درباره از او استفاده میکنیم از بونلار، شونلار، اونلار در صورتی که مو اشیا جمع باشه، یعنی بیشتر از یک چیز باشه. بونه این چی است، شونه آن چی است، اونه آن چی است. یعنی تفاوت شما بر شما گفتم. بونلار نه، آنها چی است. شونلار نه، آنها چی است. میبخشین، بونلار نه اینها چی است، شونلار نه آنها چی است، اونلار نه بازم آنها چی است. موضوعی که همیشه در نظر باید بگیرین ایست که اگر سوال به بو، شو، او میشه جوابشان باید پس به می بو، شو، او داده شود. اگر سوال به بونلار، شونلار، اونلار میشه جوابم باید به بونلار، شونلار و اونلار شود. ای بود درس امروزی. شما پیش خود هر چقدر تکرار کنین اما آسان میشه. بر من فکر میکنم که تشریح کرده رویستم. فکر میکنم سر شما زیاد شده، اما اگر یک دفعه شما به خود ببینین فقط 3 کلمه است که اگر لار اضافه کنین 6 کلمه متفاوت میشه. اما بازم اگر شما هدفش بگیرین که 3 کلمه اول که بدون لار است با مفرد و 3 کلمه دوم که با اضافه کردن نه، چون حرف آخر حرف صدادار است و کالن است، نه استفاده میشه و نظر به کالن بودنش لار میگیم. اینمی قانون در نظر بگیرین دیگه آسان است. این درس و کلش تکرار شده نیز براتون آسان میشه. خدا به این گیج نکنین که چقدر سخت بود یا چقدر سختتر خواهد شد. نه، اما قدر که شما درس نو میگیرین درس قبلی بر شما آسان تر میشه. اینجا من لغت ها را دادیم. البته میخوایم که تنها اینی 4 لغت اول شما پیش خود به بو، شو، او و بونلار، شونلار، اونلار اول جور کنین مثالشه. بعد از او سوالشه جور کنین که بونه، شونه، اونه و به می ترتیب بونلار نه، شونلار نه، اونلار نه و جوابشان بدین به مو، بو، شو، او. و اگر سوالتان از بونلار، شونلار است جوابشان باید پس بونلار، شونلار و اونلار شود. ای بود درس امروزی. خدا کنه سخت تمام نشده باشه بر شما. خدا کنه چیزی یاد گرفته باشین. خدا کنه تشریح آسان تر کرده باشم، با آستایی گفته باشم. اگر میخواین از این که آستاتر بر شما بگویم هم در کامنت ها بر من نشته کرده میتونین. ما کامنت به خاطر زمین اجازه دادیم، الاود کردیم که شما بتونین کامنت کنین و سوالایی که داشته باشین از ما پرسان کنین. البته درباره امو درس، چون من نمیخوایم سوالا از درس از عموم لسان ترکی شوه و ما جواب بتون و کس دیگه او را بخونه فکر از او مخشوش شوه که ببین ترکی اتو یک چیز دیگه هم داشته ولی سخت معلوم میشه و اتراس نه. تنها موضوعی که شما یاد خواندین از امو سوال میکنین، ما از امو پس به شما جواب میدم. با امید جوری و صحتمندی بیشتر شما. خدا کنه که روزای قرنطین بخیر تیر شوه. سر شما، سر ما، سر همگی. انشالله میبینیم در ویدیوی بعدی.
خداحافظ و نگهدارتان.